میخوام برم بچه هامو پیششون باشم تا بیان خونه. باشه چشم. این حالا بگین که ما بی‌صبرانه چشم. سلام قشنگا، حالتون چطوره؟ امروز بعد از 8 روز که بچه‌ها من توی NICU بستری بودن، حالا زنگ زدم که هر روز خب پیگیری میکنم اینکه بچه‌ها هر روز ویزیت میشن، چه اوردری دکتر براشون میذاره و چه تغییراتی داشتن. امروز که زنگ زدم به من گفتن که باید بیای پیش بچه‌ها بمونی. روز آخری که میخوام بچه‌ها رو از NICU ترخیص بکنن، مادر باید کنار بچه‌ها باشه، احتمالاً 2-3 روز، و که هم شرایط بچه‌ها اوکی باشه، هم ببینن که مادر چجوری میتونه هندل کنه گریه کردن، شیر دادن و اینا رو، و هم بچه‌ها شیر بخورن، یعنی راه طبیعی شیر بخورن دیگه، با سرنگ و اینا بهشون شیر نمیدن، که ببینی که تو خونه، یعنی بچه تو حالت عادی هم وقتی که تو خونه است، یه حالتی که شرایطی که تو خونه است میتونه هندل بکنه، هم مادر هم بچه، که بعدش بتونن بچه‌ها رو ترخیص بکنن. حالا من سعی میکنم از اونجا فیلم بگیرم، ولی مطمئن نیستم که اجازه بدن. تمام تلاشم میکنم ولی یه تیکایش فیلم بگیرم، ولی بدون این که من 2-3 روز میخوام برم پیش بچه‌ها باشم، انشالله که زود ترخیص بشن دیگه همین. شیشه شیر ارزون بگیری بهتره. من 600-700 تومن دادم شیشه شیر، به من میگه برو ارزونه ایرانی بگیر. هر 3 ساعت به بچه‌ها باید شیر بدیم با شیشه شیر، باید بریم که بهشون سر بزنیم. کار خسته کننده و لذت بخشی، هم زمان هم خسته کننده هم لذت بخش. داریم بچه ها رو میبریم قلبانگری نوبت دوم. برقای
بیمارستان رفته. باورتون میشه پرقای بیمارستان رفته باشه؟ ما شستیمشون بهشون چسبوندیم چیز ادرار که ازشون آزمایش ادرار بگیریم.